سلام تماشابینان شبکه اگراتک تیجی. امروز دوستان ما درباره شهر صحبت میکنیم که با زیبایی خود داشتن مردم نجیب و مهنت دوست صاحب آبروی عزت بود. شهری که در آن نظام جاری بود و باد و هوایش پاک بود. مردم بعد جنگ خانمانسوز جهانی کمی به خود آمده در پی آبادی دیار همه روز زندگانی میکردند. آرزوها در دل داشتند. در خرسندی‌ها خرسندی میکردند، در غم هم شریکی هم بودند. شهر با زحمت شب و روزی یک جایه مردم و مسئولین دولتیش به شهری پاک و منظم تبدیل یافته، نظم شهر در آن برقرار بود و عروسی شهرها بود. لیک فقط چند دقیقه طبیعت را کفایت کرد که این شهری خورم را از روی زمین با آدمانش نیست کرده، نام این شهر زیبا را از خریطه جهانی نیست سازد. ما را نباید که این شهر و مردمی با آرزو و هوسها در زیر خاک و گل مانده را به گشایی فراموشی اندازیم. روز 8 ایولی سال 1949 دو زمین لرزه پی هم قسمی از خانه های مردم را ویران کرده بود. مرکزش وادی یسمن 10-15 کیلومتر شمال و غربی هایید نه آنقدر چقوری به حساب می رفت. در ساحل های دریا تپه و کوه های اطراف تخمیناً 2-5 میلیون متر کوبی خاک و شغل از جای خود کنده شدند. در وادی دریای یرخیچ و دریای آب کبود از طرف قطارگوه بومبیرک سنگ و شغل بسیار کنده شده بود. مردم دیه های گرد اطراف هایید که در این تلفات جانی نیز دیده میشد از ترس به مرکز شهرچه هایید جمع آمده بودند. دیه های یاسمین، یخریچه، قلعه لبی آب، حضرت تاجیک آباد، دیه های نیمچینی بالا، نیمچینی پایان، چدار، بلگی، یلمیچ، مرکز جرگتا و ده ها دیه ها ویران گشتند. سحر 10 ایولی سال 1949 ساعت 9:54 ستانسیون های سیسمولوژی جهان حتی در امریکای جنوبی زمین لرزه را به قید گرفتند که مرکزش شهرچه هایید به قوه 9.4 بال با جدول ریختر معلوم کرده شد. از خرابی های این زمین لرزه دهشتناک ما در پایان به شما معلومات می دهیم. تا روز فاجعه در هایید زیاده از 60,000 آدمان در 62 دیه، 27 کلخوز و 11 جماعت زندگانی میکردند که بسیاری از آنها زیر خاک ماندند. از این فلاکت دهشتناک با امر تقدیر فقط چند نفر زنده ماندند و خلاص، از جمله 2 نفر یاچیک‌هایی که به هایید آن سحر پرواز کرده بودند. هر دو یاچیک‌ها اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی، صاحبان اردن و مدال ها بودند. فامیل یکی ورابیوف و دیگری پتروخوف بود. از سال 1946 آنها در هویت یک گراجانی خدمت می‌نمودند. با کشاندن آدمان، پشت و مبلغ‌ها مشغول بودند. روز 10 ایولی همان سال آنها با نماینده سویت وزیران تاجیکستان به ضرر دیدگان زمین لرزه 8 ایول برای برطرف نمودن عاقبت‌های طبیعی و برقرار نمودن منزل‌های زیست مبلغ کلان پولی برده بودند. یاچیک‌ها حجت‌های قبول پول را به رسمیت درآورده مبلغ پول را به خزینه بانک سپاریدند. نماینده به آنها گفت که او با راهبران شهر و احوالی 5-6 ساعت دیگر کار دارد و شما می توانید استراحت کنید. یاچیک‌ها حجت‌ها را در تعمیرات مانده با پیرهه بوزگردی محل یراق‌های خود را گرفته به شکار خوک‌های یابایی برآمدند. هوا بارانی بود. از سحر باز باران می‌بارید که در میانه تابستان بسیار فارغ بود. ولی آن روزها در حقیقت شهرچه بسیار ناآرام بود. مردم همه در بیرون، در باغ‌ها و حوالی‌های خود شب را روز می‌کردند. از زمین لرزه پی در پی مردم نمی‌توانستند در خانه‌ها زندگی کنند. رفتار حیوانات و پرنده‌ها بسیار عجیب بود. خروس‌ها به وقت و هر وقت بلند صدا می‌دادند. سگ‌ها لازم و نالازم به هر طرف می‌دویدند و اولاس می‌کشیدند. خرها بیست بلند فریاد می‌کردند. شب پیش مردم پروازی عجایب کفترها را مشاهده کردند. همه حیوانات از فاجعه خبردار شده بودند، ولی مردم بیخبر از تقدیر خود. بعد که آنها به نیمه راه رسیدند، کدام یک حسیاتی آنها را مجبور ساخت به قفا به شهر نگاه کنند. ناگهان گویا از دوری آواز دهشتناک همه صداها را پخش نموده به گوش رسید. زمین به لرزش درآمد و صدای از زیر زمین به مثل آواز حیوان پرخشم به گوش رسید. صدا خاموش نشده به صدای پرقوتی که گویا از صدها توپ یکباره پرانده باشند تبدیل یافت. از جنبش ناگهانه و بسیار قوی یاچیک‌ها از پا افتادند.
زمین زیر پا مثل آنه که گویا قالین زیر پا را این طرف و آن طرف میکشند میجنبید. در یک لحظه کوتاه همه عمارت‌های شهرچه هایید چپاگردان شده، در آسمان چنگ بسیار غوص خیست. اطراف را سیاهی غوص پیچانید. سمراچه آنها مثل بازیچه در خط پرواز این طرف و آن طرف حرکت میکرد. در این لحظه زمین از نزدیکی لیاچیکو کنده شده با پایان آهسته آهسته حرکت کردن گرفته، هر لحظه حرکت خود را زیاد کرده، در جای خود دره چقوری را باقی ماند. بعد لحظه آنها کمی به خود آمده دیدند که از کوهی طرف مقابل نیز کوهپاره عظیم کنده شده با پایان به طرف همدیگر حرکت می نمودند. لیک از طرف راست لیاچیکو کنده شوی کلان و پردهشت نیز به پایان حرکت میکرد. این از بلندی تخمینا 800 متر بلندتر از وادی کنده شده با پایان با مساحتی درازیش قریب 1 کیلومتر پاره کوهی چاقورک با میدان نیم کیلومتر کوبی حرکت میکرد. در این لحظه این پاره کوه سرعت خود را به 110 کیلومتر ساعت رسانیده بود. پیش از هایید دره کمی تنگ میشد که سرعت گردن را به خاطر می آورد. یک مدت کوتاه این مسئله که به سوی شهر حرکت میکرد باز داشت، اما به بالای مسئله باز ایستاده باز لایقه و کوهپاره های زیاد آمده جمع شدند که مقدار آنها 150 متر بلندی را تشکیل داده از قفا میلیون ها تن لای کوهپاره جمع شد تا که دنبه توپ شده را کنده به سوی هایید حرکت نماید. این لحظه ها زمین بیست لرزه میکرد که در برابر همه صداها با صدای به هم برخوردن سنگ ها شنیده میشد که گویا سنگ میده کنک عظیم کار میکرد. این صداها تا رفت بلند و زیاد شده از طرف کوه چاخرک و دره آبی دره حوض به گوش می رسید. ولی چه کارو میسر شد که آنها بینند که در یک لحظه چخیر شهر زیر خاک گشته، هزارها آدمان در یک لحظه از دنیا می گذرند. از زیر چنگ و دودی که از شهرچه بلند می شد آنها دیده توانستند که چخیر کوهی پیدا شده از سنگ و لای با بلندی 150 متر با سرعت زیاد به سوی شهر حرکت کرده آن را به خود پناه میکرد. در این لحظه ها آدمان از ترس نمیدونستند که به کدام طرف گریزند، ولی گریختن هم در این لحظه ها یگان فایده نداشت، چون که حرکت این کوهی کنداشته بسیار تیز بود و در یک لحظه همه آنها را زیر قبتی بلندی خاک کرد. حرکت این کوهپاره های کلان در آخر وادی که به دیگر طرف تاب میخورد یک باره ایستاد که فشار آن را به صدها اتمسفر رسانید. شهر هایید و همه موجودات زنده دره و وادی یسمن و دریاچه های گرد اطراف زیر خاک بلندیش 150 متر ماندند. سر و صداهای وحشتناک باز با خود شمار سختی را آوردند که قریبه های 350 کیلومتر در ساعت را تشکیل میداد. از شمار سخت درختان سرشان به زمین می رسید و بسیار از درختان ریشه‌کن شده به کیلومترها دور پرتافته می شد. در همین حالت لیاچیکو دیدند که چخیل اسبی که در درخت بسته شده بود با همراهی درخت کنده شده به طرف مقابل دره پرتافته شد. در این حالت نیز مقدار زیادی آدمان هلاک شده بودند. شمال آنها را برداشته دور برده به زمین میزد. آنها همان لحظه هلاک می شدند. حرکت کوههای کنده شده، صداهای زیاد و شمال سخت موج پرقدرت را تشکیل داد که متخصصان از بمب اتمی که امریکا در ژاپن پرتافته بود صدها مراتب زیاد بودن این موج آن را تصدیق نمودند. بعد آن که صداها خاموش شدند و شمال باز ایستاد، لیاچیکو دیگر یگان جا را شناخته نتوانستند. در پیش چشم آنها منظره تماما دیگر و حسن انگیز نمودار بود و خلاص. بیچاره شاهدان زنده زیر خاک ماندن یک شهرچه با آدمان و موجودات زنده‌اش باز شاهد یک حادثه عجایبی گشتند. آنها مجبور شدند که تیز در جای خود نشینند، چون که در بالای سر آنها تماما پست و حتی به سر روی آنها رسیده پرنده های گوناگونی میده و کلان پرواز میکردند. لیک پرواز آنها بسیار عجایب بود. آنها مثل شپرک، کورشپرک پرواز عجایب میکردند و هر نمود صداها میبرآوردند که این فریاد جانورانی لانه‌شان ویران و چوجه های از دست داده بود. حالت جغرافی این شهرچه کلان در یک لحظه کوتاه تماما دیگر گشت. در وادی یاسمین بالاتر 150-170 کیلومتر تپه و کوهپاره ها نیز گشته ساحل های این دریاچه را پر کردند. Я стою предположительно в центре города Хаид. زمین ها که از زمین لرزه 8 ایول سترکتورای خود را گم کرده بودند به دریا چپه شدند و آبی دریاچه حفظ شدن گرفت که به لایقه تبدیل می یافت
که درازی این لایقه بزرگ یاده از 2 کیلومتر را تشکیل میداد. با این حوض لایقه زمین و کوههای اطراف بازگشتن گرفتند. فقط روز 11 ایول یسمن پیش راه خود را کشاده همه چیزی که در پیشش برآمده را شسته بود. در طرف راست دریای سرخاب در بسیار جایها کنده‌شوی کوه تپه‌ها به عمل آمده سنگ بسیار به دریا جر شد. از 3-2 عیسوی دهه نیمیچی پایان کنده شده 400-500 متر به دریا شسته شده بر جای ایستاد که جزیره را در بین دریا تشکیل داد. در این وحشت حادثه شد که مردم را حیرت زده کرد. مردم پایان‌آب دریای سرخاب گهواره را دیدند که از مرکز حائط 3 دقیقه به سرخاب پرتافته در آن شنا کرده می آمد و موج آب آن را چپه نمی کرد. وقتی که مردم ناحیه قلعه آب گهواره را از آب برآوردند، باور کنید در آن کودک زنده بسته شده بود. کسی معلوم کرده نمی توانست که این گهواره از کدام ده می باشد. در هر جا زمین می کفید. حتی مقدار زیادی خاک از زمین کنده شده چندین مترها به آسمان برآمده باز به زمین می ریخت. در نزدیکی جیرگتار در دره مدد زمین به مساحت 250 متر کنده شده با درختان به دیگر طرف پرتافته شد. در 8 کیلومتر تا ناحیه جیرگتار در دره مدد در قطارکوی طرف غربی در نتیجه ضربه زیر زمینی گرداب 30 متر چخوریش و 50 متر دیامترش کنده شده با ساحل چپی دره به مسافت 500 متر پرتافته شد که تخمینا 100,000 کوبمتر زمین را تشکیل میداد. این بود زمین لرزه سخت‌ترین و مدهش‌ترین عصر 20 که یگان وقت در حدود امپرای روسیه و SSR تا آن روز نشده بود. فعالناکی زمین لرزه را در مکان آن تا 11 بال بهاگذاری نمودند و در مساحت 60-70 کیلومتر قوتناکی زمین لرزه به 9 بال رسیده بود. انرژی قوتناکی این زمین لرزه به ترکیش بمبی و درودی 40 مگاتن برابر بهاگذاری شده است که این به نهایت دهشتناک می باشد. 2 زمین لرزه 8 ایول برای زمین لرزه 10 ایول این بجاشوی زمین را مهیا ساخت که زمین لرزه 10 ایول توانست که شرچه های دهه های حصارک و چندین دهه های دیگر را تواند زیر خاک کند. همان سالها در اتفاق سوویتی همه تیاری برای جشن 70 سالگی استالین و 20 سالگی تشکیلیابی تاجیکستان تیاری می‌دیدند. برابران آن وقتا نخواستند که این فاجعه را به تمام مردم اعلان کنند. همین طور این فاجعه فقط فاجعه مردم تاجیک گشت و خلاص. فقط آنها توانستند که نام شهرک حائط را از همه خریطه‌های بعدی آن سال یعنی سالهای 50 و بعدینه بردارند. یعنی آدمانی که از این فاجعه خبردار نشدند و نبودند، پای هم نبودند که این شهر که تاریخچیان وجود داشتنش را به عصر برنجی نسبت می‌دهند و زیاده از 2000 سال پیش ساخته شده بود. در شهرهای ابریشم، شهری دارای بازار و کاروانسرا و مهمانخانه‌ها، یکی از شهرهای اساسی در این راه به حساب می‌رفت، در چند لحظه از تاریخ خط زدند. حکومت آن وقته تاجیکستان توانست سال 1964 در جای فاجعه هیکل با نام مادری غم به خاطر قربانیان این زمین لرزه گذارد، ولی باز در این باره دیرتر صحبت میکنیم. قربانی های این فاجعه عصر را در بعضی سرچشمه ها زیاده از 5000 بعضی دیگر از 15 تا 30,000 نفر آدم میگویند. و برمیگردیم به دومی سرگذشت لیاچیکا. وقتی که زمین لرزه به آخر رسید، بعد خیلی وقت آنها به خلاصه آمدند که میتوانند فقط به طرف دریای سرخاب حرکت کنند. آنها به راه غرم جیرگتال که پر از سنگ و خاک بود فرآمدند. دریای خشک شده یاسمین را گذشته، یادتان باشد گفته بودیم که پیش دریای یاسمین محکم شده بود. نیمی شب به غرم رسیدند. سحری بر وقت لیاچیکا با ارگانها بیان‌نادیهی را سر کردند که چطور آنها زنده ماندند و سمالیات نیست شد. پولها کجا شدند؟ نماینده حکومت کنی برای چی حجت‌های پولها نیست و برای چی آنها عراق دارند؟ بر ضد آنها دیلوی جنایتی باز شد و از حزب رانده شدند و از پرواز باز مانده شدند. با آنها گفتند که شما در آن حالت سفید کرده می شوید که سیف پولها از زیر زمینی حائط یافت شود. جستجو و از زیر خاک برآوردن مبلغ پولی را دنیس نیکیتین راهبری میکرد. پیشروی کار به آن وابسته بود که این گروه توانند دقیق جای خزینه را معین نمایند و کندن را از آن را سر کنند. ولی از سببی که از شهر تماما چیز باقی نمانده بود و حتی از آن که روز اینجا آدمان زندگی میکردند خبری هم نبود. ولی با یاری آنها خریطه‌هایی که آن سالها ترتیب داده شده یاری دادند که این خریطه‌های گیودزی بسیار دقیق ترتیب داده شده بودند. آنها کفتن را از روی کوردینات‌های در خریطه بوده سر کردند. نیکیتین 3 گروه گیودزیست‌ها را به کار جلب نمود، اما این 3 گروه همدیگر را نمی‌شناختند و همدیگر را نمی‌دیدند و در وقت‌های گوناگون کار می‌کردند. نیکیتین خودش کار را نظارت می‌برد.
کندن زمین بسیار مشکل بود. زمین تا درجه سخت شده بود که خاک با همراهی سنگ و شغل از فشاری بلند که گویا 100 ساله ها اینجا خواب بودند در بالای این زمین جای کنده شده پولی آب میشد. به همین مشکلی ها نگاه نکرده آنها کار دوام میدادند. یکم آموزش ها نشان داد که شهر در زیر کمش 70 متر خاک و سنگ و شغل مانده و به دریای مجرای گم کرده کار را باز هم مشکل تر میکرد. لایحه کارهای کندن چندین مرتبه از مبلغی در زیر خاک مانده زیاد شد و راهبر آن وقته تاجیکستان باباجان غفور خبر داده شد، ولی غفورov گفت در اینجا تقدیر آدمان حل می شود. مبلغ پولی یگان بهانه دارد. کار سر کنید و ما به شما یاری می دهیم. در نتیجه کارهای شب و روزی تنها آخر سال 1950 توانستند که سیف نیم تانه ها را بنانی به اندازه 1.5 متر به 1 متر با غوصی 25 متر تبدیل یافته را پیدا کنند. در نظر بود که گویا از بالای این سیف تکنیکی چند صد تانه ها گذشته باشد. کسی نمیتوانست تصور هم کند که در زیر زمین چه حادثه و چه قوه‌ای که صدها اتمسفر فشار داشت این سیف نیم تانه ها را به مانند چخلی که میگویند نان تبدیل دهد. با پاسبان ها صندوق آهنین یافته شده را به شهر استالین آباد آوردند. در بعضی کارخانه مکانیک شده افتگین شیکی کار دیده زیر نظارت قطعی نمایندگان بانک یک روز دراز صندوق را بریدند. وقتی که صندوق را گشودند پولها را تماما شناخته نمیشد. بانچه پولها به مثل ورق تنک شده بودند. بعد 2 ساعت حساب کتاب کمیسیون از آن حسابات دادند که پولها همش در جایش هست. شخصی کنده شده بود با بولدوزر محکم کرده همه آهن و مکانیزم‌ها تیز از آنجا برده شد. گویا بعد چند روز در اینجا یگان کار کرده نشده بود. سال 1951 نام این دریاچه سفید کرده شد. چنانکه که تجربه های دنیایی نشان میدهند در حقیقت در جای این حادثه ها حکومت حتما جایی که پول یا یراق نگاه داشته میشد برای در آینده هر گونه آدمان آن جایها را نکوبند کفته یراق پولها حتما میبرند. و باز برمیگردیم به تقدیر مجسمه مادری غم. سالهای نارامی 93-95 شخصان نامعلوم با گرانتمیات زده سر این مجسمه را کندند. تقریبا 2 سال پیش با قرار حکومت مملکت این مجسمه از سر نو به خاطر قربانیان این زمین لرزه برقرار کرده شد. در روزهای 60 سالگی فاجعه برای یادبود قربانیان آن سال تابستان سال 2009 با اشتراک سیسمولوگ‌ها، مهندسان، کارمندان تشکیلات‌های دولتی و غیر دولتی در این حاشیه دقت مخصوص را به کم کردن عاقبت‌های آفت‌های طبیعی از جمله زمین لرزه در تاجیکستان روان کردن کنفرانس عمومی جهانی گزارنده شد. مقصد از تیار نمودن این نوار اول خواهش دوستان کانالمان، بعداً ما نیز می‌خواهیم که اولا در روی زمین این فاجعه اصلا تکرار نگردد و به خاطر آن قربانیان که سالها به فراموشی رفته بودند یادی از آنها کنیم. در آخر به کانال اگراتک TG آبونه شدن و لایک ماندن را فراموش نکنید.